با سلام و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بنبست. امروز پنجشنبه 15 آبان ماه 1404 برابر با 6 نوامبر 2025 میلادی هستش و طبق روال روزهای پنجشنبه در خدمت جناب آقای دکتر رامین کامران هستیم. آقای دکتر، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم. آقای منظرپور، حضور خودتون، همکارانتون، بینندگان و شنوندگانتون سلام عرض می کنم و از دعوتتون متشکرم. آقای دکتر، در هفته های اخیر ما شاهد اتفاقات یه مقداری عجیبی در ایران هستیم. یکی این که در عرض روزهای اخیر نیروهای امنیتی آمدن 4 نفر از افراد عمدتا دانشگاهی، 2 تا جامعه شناس و 2 نفر اقتصاددان نزدیک به اردوگاه چپ مدرن رو در واقع دستگیر کردن. افرادی که اصلا ناشناخته بودن به طور عام و فقط در محیطهای دانشگاهی، سمینارها یا در سطح خیلی محدودی بین دانشجویان و اساتید شناخته شده بودن، اینا رو آمدن دستگیر کردن. علاوه بر این ما شاهد یکی دو تا مرگ مشکوک بودیم در مناطق، به تعبیری میتونیم بگیم که اه، اقوامی در ایران. یکی در کوهدشت، یک جوانی به نحو مشکوکی جان خودش رو از دست داده. حالا خانواده اه، یعنی اعتقاد دارن که به قتل رسیده و یک سناریوهایی داره مطرح میشه که بعد از جنگ 12 روزه دشمنان هژمونیک ایران تغییر استراتژی دادن. به جای اینکه بخوان حمله مستقیم به ایران بکنن، در تلاش هستند تا با تحرکاتی عملا باعث بی‌ثباتی اجتماعی بشن. به عنوان مثال، همین جوانی که در کوهدشت این ماجرا براش اتفاق افتاده، حالا گفت نیروی انتظامی میگه خودکشی کرده، خانواده یک قرائت دیگری داره. من هر چقدر نگاه میکنم اعتقاد دارم که منتفع اصلی این وقایع میتونه یک جریان رقیب خارجی باشه، یعنی یک جریانی که میخواد ناآرامی حتی قومی در ایران ایجاد بکنه، یا به تعبیری یک فضای اه، ملتهبی رو در داخل کشور رقم بزنه. به نظر شما این چقدر ممکنه یک سناریو قابل اعتنا باشه؟ در درجه اول ارز کنم این وقایعی که شما شمردید به این طور پراکنده منو یاد یه سری فیلم ها جاسوسی انداخت که از سال 70 به بعد باب شد و ساختن و هممون دیدیم که اولش با چند اتفاق به کلی دور از هم شروع می شد. یه نفر در سیبری مثلا خودکشی میکرد، یه نفر در نیویورک سرما میخورد، 2 نفر 2 تا جسد در ریو د ژانیرو پیدا میشد. بعد طول فیلم معلوم میشد اینا چه ارتباطی با هم دیگه دارن. یک پروژه جاسوسی بوده، چی شده یه خود شبیه اوناست. من استعدادی برای نوشتن داستان جاسوسی ندارم، این رو همیشه نمیتونم به وصل کنم. همطوری عرض کردم اگه کسی هستن در ایران که استعداد این کارا رو دارن، کم داریم ما رمان پلیسی و جاسوسی، میتونن از این نقطه شروع حرکت بکنن. نقطه ای که فرمودید چه بود؟ اینکه اینها در جنگ شکست خوردن، خب برگشتن یه کار دیگه باید بکنن، چون بیکار که نمیتونن بکشن. ستاد اداره است، دستگاه حقوق میدن، صبح ساعت 9 میرن، از ساعت 5 به کاری بکنن. اینطوری که نمیشه، که تماشا که نداره. داستانم که تموم نشده. ظاهرش اینه که اینم چند بار حضورتون عرض کردم که فرهنگ استراتژیک اسرائیل از عملیات و گروه های تروریستی صهیونیستی که این کشور رو تأسیس کردن نشأت گرفته و این رنگ، این نقش برش مونده و به همین دلیل بسیار ضعیف و نحیفه. از نظر استراتژیک ماده نداره، جون نداره. اینکه به این نوع کارا برگردن طبیعی ترینه، به خاطر اینکه فرهنگ اصلیشونه، نوع پایه کارشونه. وقتی میخوام بیان پای استراتژی وسیع، میبینید خراب میکنن دیگه، ندارن نفس، ندارن امکان، ندارن. همه چی تهش برمیگرده به 2 تا از این شابوتی بازی ها که به درد همین رمانایی میخوره که من دو عرض کردم. حال
احتمالی که بخواد برگرد سراغ ترور دوباره برای دانشمندایی که کشتن و اینا، تو سر جنگ هم که ترور کردن دیگه، موفق این قسمت جنگشون ترور اولشون بود، بعد داغون شد و شکست خورد. خب ممکنه بخوام برگردم به اون مسئله ایجاد ناآرامی اجتماعی را هم کاملا حق دارید، این همیشه در برنامهشون بوده و یکی از شروط ایجاد بی‌ثباتی برای انداختن رژیم. این همیشه من یاد یه فیلم خیلی قدیمی و خیلی کلاسیک میاندازه، حالا تو بعد فیلم شد و نمیدونم اینا، حالا بنده حضورتون عرض بکنم، یکی از فیلم های فریتز لانگ ما دوره آلمانیشه، جاسوسان. نمیدونم دیدید یا نه. فیلم فیلم خیلی خوبیه، برصد تاجیک هم هست و اینا. و نقطه شروعش اگر اشتباه نکنم همین فیلمه، رئیس این سازمانی که داره ایجاد آشوب میکنه برای شما صحبت میکنه که ما میخوایم مملکت به هم بریزیم، میخوایم ترس ایجاد کنیم، میخوایم ناامنی ایجاد کنیم، میخوایم مردم به هیچ چی تکیه نکنن و صحنه ها میگرده که چه کارایی میکنن برای اینکه اتفاقا بیفته. شاید اول باریه که مثلا در سینمای همچین چیزی عرضه شده به بیننده که ما وقتی میخوایم چه عملیاتی بکنیم چه کارایی میکنیم. اینم توصیه است به حضور جناب عالی و یا به بینندگان شنوندگان اگر فرصت کردن ببینن، فیلم خیلی خوبیه. اینم دستشون میاد که وقتی میخوان یه جامعه رو بریزن چه جور کارایی میکنن. بله سرشون گرم. بله، خیلی شبیه آتش افروزی در سینما رکس آبادان بود که ناگهان بخش عظیمی از جامعه این آتش سوزی رو به ساواک مرتبط کرد، ولی هیچکی پیش خودش فکر نکرد که چه دلیلی داره ساواک بیاد و یه سینمایی رو خودش آتیش بزنه و باعث ناآرامی بشه. و اون ماجرا هم متاسفانه هیچ وقت در واقع اونهایی که عاملینش بودن، یکی دو تا از عاملینش بعد از انقلاب محاکمه شدن، ولی یه محاکمه خیلی عجیب و غریبی بود و به جایی منتهی نشد. آقای دکتر، مهمترین سوالی که الان برای بسیاری در ایران وجود داره این هستش که اه، یک، آیا ایران داره به سمت یک نوع آمالگامیشن، یک نوع ادغام با روسیه و چین حرکت میکنه، به ویژه با چین، با توجه به اینکه دیگه احساس میکنه، یعنی برداشت حکومت ایران اینه که تمام تلاشی که کرده برای مصالحه، برای دتانت با واشنگتن به نتیجه نرسیده و چاره ای نداره جز اینکه بخواد حالا نیازهای خودش، به ویژه نیازهای نظامی و دیپلماتیک خودشو از قبل ارتقای سطح روابط با روسیه و چین ام، تأمین بکنه. یکی اینه که خب یک جریانی هم در داخل کشور هستش که بسیار مخالف ارتقای سطح همکاری با پکن و با مسکو هست و اونها هم دولت رو در اختیار دارن و هم به طور کلی بخش عظیمی از نخبگان اصلاح طلب رو با خودشون همداستان دارن. با توجه به این جناحی که در ایران خیلی فعال و خیلی وکاله، یعنی دائما هم داره مصاحبه میده و نمیدونم اظهار نظر، برخی از اعضای سابق دستگاه دیپلماسی من میبینم در تهران دارن مرتب در تقبیح دیدگاه نگاه به شرق موعظه میخونن و هشدار میدن و اینها. آیا حاکمیت میتواند که به سمت پکن بره، یا اینکه این موانع داخلی مانع میشه به نظر شما؟ اول از همه این نکته که گفتید به نظر من در حدی که واقعیت داره مبارکه و باید خیلی زودتر انجام میشد. اینا روشن. در این مورد هم که اصلاح طلبها که از جمله بر وزارت خارجه چنگ انداختن و قیمت جلوشو میگیرن و میخوان بگیرن و هر کاری هم از دستشون بر بیاد میکنن، کوچکترین شکی نیست. نقطه اصلی که آیا این طرف میتونه بکنه جلوگیری بکنه، ببینید از اول تمام ترمزو کردن ولی این نزدیکی بیشتر و بیشتر شده، خیلی کنتر از اونی که باید، خیلی کنتر، ولی جلو رفته. یه ترمز ماشین رو کشیدن ولی یه دست پشت دارن واقعا هول میدن و تکون میخوره، کارش نمیشه کرد.
ما امیدوارم که مانع رفع بشه هر چه زودتر و اینا کارا سر و صورت بگیره و اصلا قضیه صورت مسئله روشن شه که آقا وضعیت استراتژیک ایران چیه، موضعش چیه، در کنار کیه، در مقابل کی چه باید کرد. خب مسئله اصلی این است که در این رژیم آقای منظرپور، ببینید مشکل اصلی چیه. شما معمولا میاد بگید که در اونجا که دموکراسی هست یا اونی که میخواد باشه یا اونایی که قراره باشه که آقا مردم چی میخوان، مردم چی میخوان، چه نظری دارن. خب شما در ایران نمیتونید داشته باشید چون مردم صدایی ندارن، آزادی بیانی نیست، افکار عمومی به اون معنا شکل نمیگیره. اونا هم که منتخبن همه انتخاباشون قلابیه، سر تا ته رئیس جمهور هر کی قلابی از سر تا ته. خب ملت که درش بسته است، اونا که قدرت رو دارند با همدیگه دارن کلنجار میرن که این ور بریم به اون ور بریم. اول از همه ذکر کنم که نفس این تصمیم گیری یه تصمیم گیری سالمی نیست. چرا سالم نیست؟ به خاطر که عده نیومدن بحث بکنن، مسائل مطرح بشه، یه جوری عقاید صیقل بخوره، مردم بشنون براهین موافق و مخالف رو. اینا رو ندارن، اینا رو ندارن. با همدیگه کلنجار میرن. و بر چه اساس کلنجار میرن؟ بر اساس تعادل قدرت. مسئله دلیل و برهان نیست و مسئله منطق هم نیست. درستی حرفای میزنن ولی حرف عموما دوریالیه، مال این اصلاح طلبها و وزارت خارجه ها که داریم میشنویم چه چرت و پرتایی میگن و گاهی اوقات چه دروغایی میگن و مکرر ها، یعنی این حیرت آوره و میگن جواب نباید به طرف. آقا به جای بر نمیخوره، خبری نیست اصلا کی به کیه میگم. این افتضاح اصلی. حال باید دید که این با وجود یه نوع تعادل قدرتی که به نظر میاد همیشه به نفع اصلاح طلبها بوده، نفر، پست، پول، رسانه، اینا خیلی از طرف مقابل بیشتر دارن. ولی با همه این احوال همطور که عرض کردم این نزدیکی به چین و روسیه و شاید بیشتر به چین باید با هر دوش باشه. در حقیقت کم کم جلو رفته به نسبت 6 ماه به یه سال پیش اوضاع فرق کرده و به نفع گردش به شرقه. کی فشار میاره، از کجا فشار میاره، چه مرجعیه، اینا رو من نمیدونم، فکر نمی کنم روشن باشه اصلا برای کسی. یه دردسرای عمده اینه دیگه با این رژیم، همه چی ظلمات و یه چیزی در میاد. موافقید مخالفید. کی کرده میدونید نه نمیدونید، توضیح بهتون میدن اونم نمیدن. اینه دیگه، این افتضاح اینه. حال به نظر میاد که اگه همین روند ادامه پیدا بکنه این نزدیکی به چین روسیه جلوتر بره و تسریع هم بشه و این مایه امیدواری است. ولی اینکه یه تکلیفی روشن بشه که ببینیم آقا جان این اصلاح طلبها مثلا کیان چیکارن، گوششون رو میگیرن میزنن بیرون یا نه، که به نظر من خیلی کار مشکلی و نمیتونن بکنن، تصور نمیکنم. نه، فقط باید با همین لک قناعت بکنیم به خبرهای جست و گریخته که در میاد. آقای دکتر، من بعضی وقتا برای رصد افکار عمومی میرم توی کلاب هاوس، یه چرخی میزنم. دیشب در یه اتاقی بودم و یکی از افراد که من نمیشناختم یه سوالی رو مطرح کرد. گفتش که فلانی، شما به نظرتون کدام یک از دو جناح میتونه که اقبال مردمی رو با خودش همراه بکنه و ما رو از این انسداد نجات بده؟ من استدلال کردم، گفتم به نظر من دو جناح فاقد مشروعیت و فاقد کارنامه سالم هستن. هر دو جناح اولا هر دو بر سر سفره انقلابن، یعنی هر دو منتفعن از این سیستم اقتصاد شبه دولتی بسیار بیمار مافیایی وحشتناک، و هر دو المانهایی دارن که در نهایت بی‌ثباتی کشور منتهی میشه. یعنی اصولگرایان به خاطر تأکید بر یک سری مسائل قشری میتونن به بی‌ثباتی منتج بشن. اصلاح طلبان به خاطر تأکید بر خلع اصلاح کشور میتونن که به بی‌ثباتی منتج بشن. بنابراین من هیچ جناحی رو واجد شأنیت ملی در درون کشور نمیدونم واقعا. بعد سوالی از من کرد که من واقعا در مقابلش موندم. گفتش که خب شما و نیروهای ملی، مثلا حالا به اونایی که دغدغه ملی دارن، شما راهکارتون چیه؟ شما که نه پول دارید، نه رسانه دارید، نه شبکه دارید، نه عقبه در دستگاه امنیتی دارید، نه عقبه در دستگاه نظامی دارید.
اساسا هیچی ندارید و یک سری شعارهای ملی گرایانه دارید و روی منافع ملی ایستادید ولی وزنی نیستید. خب چیکار میخواین بکنید؟ و من نتونستم واقعا پاسخ بدم. گفتم من واقعا نمیدونم. یعنی من اعتقاد دارم که جریان ملی با وجود اینکه در داخل کشور به نظر من خیلی اقبال داره، خیلی اقبال داره، اما هیچ کدوم این مختصات رو که بتونه تبدیل به قدرت بشه نداره. بنابراین گفتم از شما این سوال بپرسم، ببینم شما به این دوست هموطن ما میتونید پاسخ بدید یا خیر. چشم چشم. بنده در نقش دخو سعی میکنم یه جوابی بدم. اول اینکه سوال درستی بوده، پاسخی هم که شما دادید پاسخ واقع بینانه و دقیقی بوده. و البته نکته که دوستمونم اضافه کرده اونم کاملا درسته. میگه هیچی ندارید، یه مقدار شعار دارید، یه افکاری دارید، چیکار میخواید بکنید. اول نکته که من به دوستمون یا به دیگران عرض میکنم اینه که توجه داشته باشن. انقلاب همیشه با نیروی نسیه شروع میشه. اون جنگه که نیروی نقد داره. یعنی شما فلان تعداد لشکر دارید، فلان تعداد تیپ دارید، فلان تعداد تسلیحات دارید، چیدین، روشن، راه میافتید. انقلاب هیچ وقت اینطوری نیست. انقلاب لخت و پتی، اول کار هیچی نداری، بعد کم کم جمع بکنی. مهم برنامه است و اراده است. همیشه نتیجه نمیده، طبیعیه. ولی مسئله اینه که اصلا و اساسا با نیرو نسیه راه میفته. حالا این نسیه کجاست؟ این نیروی نسیه کجاست؟ این پیش ملت ایرانه. کاری که ما میکنیم چیکار داریم میکنیم؟ این همه سال، این همه کار، این همه آقا حرف زدن برای اینکه این فکر بره داخل، مردم بسیج بشن، به ما نیرو بدن. یعنی بیان برای انقلاب خدمت نظام انجام بدن، خودشون بپیوندن داوطلبانه خدمت زیر پرچم انقلاب. کار بسیار مشکله، بله، و این نهایت مشکله. آیا بی ثمر؟ مطلقاً. با خاطر که خیلی جلو رفتیم. این همینطوری که بیرون نگاه بکنه نمیبینه. به خاطر چی میبینه؟ میبینه آقا یه عده میرن حرف میزنن، کشم تو خیابون نمیاد. خب این که همونه که تغییر نکرده. نه، تغییر کرده. تغییر کرده، خیلی هم تغییر کرده. اول از همه فضای فکری تغییر کرده. من فکر کنم میلیون لیبرالا به عبارت خود ماها در تغییر دادن این فضای فکری بی نهایت موفق بودیم. الان دیده نمیشه. اول از همه یک، به خاطر اینکه کلمه لیبرال رو که اولین فوش انقلابی بود و هیچ کس هم به چشم مثبت بهش نگاه نمی‌کرد، آوردیم و مثبتش کردیم. الان همه میگن ما لیبرالیم. چپ راست یه لیبرالی به خودشون میچسبونه. شوخی نیست این موفقیت. فشار انقلاب ببینید، فشار دستگاه تبلیغاتی رو ببینید، این رو ما گرفتیم. دو دو مسئله این که حالا آخوند حکومت بکنه نکنه اینا، این کلمه لق یاوه پوچ بی‌معنی سکولاریسم که همه جا رواج داشت. مردم خیالشون راحت بود. وقتی میگی سکولار هم چه خیلی هم تیز نیست دیگه، یه هر عجیبی هم نزدی. نه موقع بحث دعوا میشه، نه میپرن یقت رو میگیرن، نه بعد جوابی و اون سکولار. نه، چرند یاوز بی‌معنیه. این کلمه لایک رو آوردیم. البته ریشش برمیگرده به بختیارا، ولی متروک بود، کسی که دنبالش نمیرفت. آوردیم و مکرر کردیم و توضیح دادیم و بسط دادیم و نوشتیم و گفتیم باید لایک شه و اینکه این معناش درسته. سکولار هیچی نیست. به مرور دیدید که سکولار رفت عقب و لایک جاشو گرفت. الان اونایی که خیلی خجالتی هن دوتا رو با هم به کار میبرن. اونایی که یه خود حواسون جمعه شدن لایک. این پیروزیه، این پیشرفته. خب ها، یه سومی هم داره. سومی هم هستش که مسئله براندازی که از اول ما میگفتیم. خود من کتاب نوشتم 20 چند سال پیش که آقا استراتژی براندازی چیه فلان، انقدر گفتیم هم به اون میگفتن آقا ما لیبرال برانداز ندیدیم، شما چه جور لیبرالی هستید، این حرفا چیه، شما رادیکالید، شما چریکید، ای هوار چریک. خب ولی به مرور اون هم اومد. یه بخشش به این دلیل بود که اینایی که دنبال رضا پهلوی نه هستن اومدن به خودشون گفتن برانداز. هیچیش هم ندارن نه تاکتیش دارن نه استراتژیش دارن، هیچ ندارن، ولی اومدن بگن که ما خیلی جدی هستیم. گرفتن. این باعث شد پخش بشه. این حرفی که ما سالا زده بودیم رفت و شد استاندارد. این سه تا پیروزیه، به هم قابل عرض است و هیچ کدوم درش اغراق نیست. به قیمت گرون در به دست اومده، بدون پول و با عرق جبین، به زحمت خیلی زیاد. خب حال ما بگیم که آقا شما هیچ کدوم اینا ندارید، من میگم بعد مردم بیان خدمت نظام برای انقلاب. مسئله این است که
این نکته بسیار مهم رو در مورد انقلاب بهتر مردم میگیرن تا جنگ، ولی جنگ هم همینه، به اون نمیپردازم، دلیل نداره، موضوع بحث نیست. اول پیروزی و شکست در ذهن دو طرفه که واقع میشه، یعنی پیروزی معنویه. پیروزی معنویه، فقط میتونه رو زمین باشه. در مورد انقلاب میگم راحت‌تر مردم میگیرن اینو، به خاطر اینکه توپ و تانک و اینا نداره، معمولا برخورد خشن هست، کمتر اینا. در مورد جنگ اون سلاح و توپ و ترقه میاد جلو چشما رو میگیره، نمیذاره به این خوبی ببینن که اول در ذهن دو طرف واقع میشه. من که همیشه همینه. خب حال برای اینکه این پیروزی معنوی و ذهنی ما به دست بیاریم، تمام سرمایه که عرض کردم، این حرفمون که اومده رفته جلو و در داخل هم میبینی میشنوی، یا شوخی نداره. یعنی این مسئله ای که آقا این که مسئله سیاست و دین باید رابطش عوض بشه، اینطوری نمیشه، تا تو حوزم رفته. بابا دائم خامنه ای حرفشو میزنه، شکوه میکنه که حوزه سکولار شده. خب با بیان خودش میگه، نمیگم اونو ما بردیم، ولی کاری که ما کردیم بسیار موثر بوده از خارج. بلکه قلب تپنده فکر جدایی خارج بوده همیشه، نه که در ایران نگفتن، گفتن، فهمیدن، میدونن. اونجا اینطوری بیان نشده، اونقدر مرکزیت نداشته، دائم روش نکوبیدن، در خارج کوبیدن دائم. ایش خود ما بقیه گفتن اینه. خب این پیروزی معنوی قدم به قدم ما بهش نزدیکتر شدیم و یه جای پای محکمی پیدا کردیم. آیا به اون حد رسیده تو اون که ما میخوایم نتیجه رو بده؟ نه. دو تا نکته است. یکی این که انقلاب استارت نداره، کودتا داره. کودتا موضوع تق میزنی سر صبح ساعت 6 روشن میشه، تانک راه میفته، میریم یه کاری میکنیم. گرفت نگرفت. اون یک کلید داره میچرخونی راه میفته. انقلاب نه، انقلاب نداره. انقلاب اتفاق میفته، شما سرش سوار میشید و میتونید تبدیلش بکنید به جنبش بزرگ و برسونیدش به پیروزی. خب من مطمئن نیستم هنوز به اندازه کافی آماده شده باشیم برای این استفاده از موقعیت انقلابی که دیر یا زود پیش خواهد آمد، ولی خیلی وضعمون بهتر از قدیمه و به نظر من از هر گروه دیگری بهتره. پهلویچی ها رو میدونیم وضعشون چیه، با هم قضیه همکاری با اسرائیل اینا بهتر دیدیم. اینا برنامهشون برنامه کودتاییه. خب در مورد این حمله اسرائیل هم گفتن دیگه، یه جنبه کودتایی داشت، اونجا میزنیم اونجا میزنیم، اینا رو میبریم. خب این شد که شد. خب ولی مال ما جنبه کودتایی نداره. منتظر اون فرصتیم و تا اون موقع باید تا حد امکان تجهیز فکری بکنیم مردم و تجهیز تبلیغاتی. این مضامینی که عرض کردم ببریم بین مردم، بهتر بفهمن، بهتر بیشتر راجبش فکر کنن، بیشتر راجبش حرف بزنن، بهتر درک کنن، خوگیر بشه. اون نکته‌ای که بگم چند بار عرض کردم، ببینید هر دفعه شلوغی شده مردم اومدن بیرون، شعار دیگه اول کار اینه و آخر کارم اینه، خیلی جدیه. جفتن یه شعارهایی که در حقیقت رسانه‌های خارج و رسانه‌های داخل خارج بودن چون انداختن. جنبش سبز که شعار آبکی بود در داخل بود، چی بود؟ رأی من کو؟ آرای شما همون جایی که از اول انقلاب بوده، چی میپرسیم؟ من سوال چه میکنی؟ رأی دادی جدی فکر کنی از گرفتن؟ اصلا مسخره کردی منو. حالا بگذاریم از که حالا دو نفرم مدعی رأی بودن، اینا میشه فکر نکرد که آقا قرار بود یه نفر رئیس جمهور شه، حقشو خوردن. خب این کروبیه یا موسویه آقا؟ خب برای خودی سوالم جا داره آدم بکن، دو تا که با هم نبودن که. مثل روم باستان اون موقع دوتا کنسول انتخاب میکردن دیگه که همدیگه رو محدود کنن. کنسول های رومی ما شدن. بگذاریم اون یکی. بعد رسیدیم به این یکی ها، حالا شعارهای موضعی بزنم که این داستان زن زندگی فلان و اینا که اصلا دیوانه کننده بود. خب این شعار نیست، این فکر نیست، این برنامه نیست، این سیاسی نیست، اصلا سیاسی نیست. چرا اینو میگید؟ ولی خب میگن، میاد تکرار میشه و مردم با تکرار کردنش، با مبارزه به خاطر اون، گاهی اوقات با هزینه دادن و حتی قربانی دادن، این شعار براشون عزیزتر میشه. فکر کنم واقعا چیزیه که نیست. خب همه حرف من اینه که آقا این فکر رو باید بره و مردم روشن بشن تا این دفعه که آمدن تو خیابون دهنشون که باز کردن این شعار بیاد بیرون. یعنی لایسیته بخوان، دموکراسی لیبرال بخوان، یه چیزی بخوان که معنی داشته باشه از نظر سیاسی و به این نکته بسیار درست و مخفول هم عنایت بکنن که شعار امروزتون سرنوشت فرداتونه. هر چی بگید میشه، درست انتخاب کنید، درست بگید، به نتیجه برسید. قضا قدری ول نکنید، کارا رو به هرچند بهتون گفتن تکرار نکنید.
این یه پاسخ دخو بود به دوست محترم شما. بله، بسیار سپاسگزارم آیه دکتر. ما به هر حال باید استراتژی های مجموعه های رقیب رو هم دائما رصد بکنیم. من به نظر میاد که استراتژی اصلاح طلبان یک تحولیه، مثل تحولی که بعد از درگذشت جمال عبدالناصر در مصر رخ داد با روی کار آمدن سادات. و سادات آمد یک تحول عظیمی انجام داد در مصر. اولا رفتش به، یعنی بعد از عملیات اکتبر، رفتش به تل و عادی سازی روابط کرد با اسرائیل. توانست با توافق اسرائیل رو وادار به عقب نشینی از صحرای سینا بکنه و مصر رو کامل برد در اردوگاه آمریکا، در صورتی که اه، به هر حال ناصر خیلی بیشتر نزدیک بود به اتحاد جماهیر شوروی، تسلیحاتش رو از اتحاد جماهیر شوروی میگرفت و اینها، ولی دیگه سادات عملا رفت اونور دیگه. به نظر میاد که دوستان اصلاح طلب ما همین نیت رو دارن، یعنی سیگنال هایی که دارن میدن، اظهارات زنجیره‌ای آقای روحانی، دیگر مقامات، آقای خاتمی اخیرا آمده صحبت کرده. ارزم به حضورتون که اظهارات آقای ظریف تا قبل از اینه که بگن خفه شو، عمدتا یه سیگنالیه برای آینده که آقا اگر این ساختار قدرت، این علم خیمه ولایت به هر تقدیری اه، تغییر بکنه یا حالا فوت بکنه یا زده بشه یا هر چیز دیگری، ما اون ظرفیت رو داریم که کار انور ساداتی بکنیم. اوکی. خیلی ها، و من اینو در جای دیگه هم گفتم، نگاه کنید theoretically، یعنی کاملا به طور نظری، اگر بد به بدتر برسه، یعنی این وضعیت اقتصادی ادامه پیدا بکنه، من فکر میکنم قاطبه اعظم ملت ایران با گزینه انور ساداتی موافقن. یعنی میگن آقا برو این کار بکن، ما هپی هستیم. و همین اولیگارشی اصلاح طلبها هم حفظ حکومت بکنن و دیگه تبدیل بشن به اه، ابربورژواهای جدید جامعه ایران، و ما یه نظام طبقاتی این شکلی داشته باشیم و دیگه دیسکو و دنسینگ و این چیزا هم آزاد بشه و نمیدونم مینی جوپ هم آزاد بشه و همه چی آزاد بشه. اوکی. مشروب هم آزاد بشه، اصلا خودمون تولید بکنیم، که اینا هیچ کدوم بد نیست منم خیلی موافقم، اصلا هیچ ایرادی نداره. آیا فکر نمی کنید اون طرحشون موفق تر از طرح ماست؟ باید پرسید دیگه. این که موفق تر بشه این در عمل باید معلوم بشه. من انقدر امید نیستم، ولی این نقطه مقایسه خوبی پیدا کردید حقا. این مسئله که ناصر جهان سومی که به هر صورت از غرب خوبی ندید و برگشت طرف شرق برای اینکه بتونه صد اسوانه بسازه، برای اینکه بتونه تسلیحات بخره، چون غرب بهش نمیداد دیگه. خیلی ساده است. یعنی وام خواست بانک جهانی اینو بهش ندادن چلوندنش. خیلی ساده. این اومد رفت طرف امریکا و یه صلح آبرومندانه ای هم برای اسرائیل آورد، چون تمام متصرفات اسرائیل رو پس گرفت. هرچی از مصر گرفته بودن پس گرفت. صحرای سینا هرچی بود اینه پس دادن، صلح شد. خب این هیچ بی آبرویی نداشت این کار. خب، قابل قبوله. و در عوض این که بیاد توی به اصطلاح کمپ امریکایی، این هم یادآوری بکنیم که شاه ایران هم در قانع کردنش، آوردنش در واسطگی و در دلالی نقش عمده داشت که این کارو بکنه، که بیا اینجا از مواهبش برخوردار بشه و چی بشه فلان اینا. این کارا کردن، طرفم اومد و مصر و مصری شد که سادات و بعدم به مبارک و بعدم سیسی دیگه، همون خط نظامی، حکومت دیکتاتوری نظامی خدمتگزار امریکا، متکی به پشتیبانی و کمک مالی امریکا، که هیچ مشکلی هم با اسرائیلی‌ها نداره. خیلی سریع رابطه دیپلماتیک هم دارن و خلاصه زندگیشون میکنن، دشمنی هم در کار نیست. بسیار بسیار خوب. یه چیز هستش در این مسئله، این
اصلاح طلبها که میگی، اول از همه اینی که میگی اینا عده و عدهشون وسایلی که دارن قابل مقایسه با ما نیست. حکومت عملا دست ایناست. از خامنه ای و 4 تا اینا که اسمش روشن ارزشی بگذاری، همش دست ایناست. اینکه نمیتونن به طور کامل این برتریشون رو به منصه ظهور برسونن، وجود خامنه ایه و اینکه گروه مثلا عباس و اینا گذشته از اینکه حرفشون هم چرنده. حالا من اون نمیگم، چون چرند بودن حرف در تاریخ به چیزی حساب نیست. هرچی گفتی گفتی، جورت باشه میره دیگه. خب اینه. وگرنه عملا همه جا هستن و اینو با خونسردی هم منتظر مردن خامنه ای هن. که وقتی بمیره ما میگیریم. دولت داریم، تو پاسدارا هست، رسانه داریم، پول داریم، همه چی داریم، کاندیدا بگه جانشین خامنه‌ای بشه داریم. که به نظر من، به تصور من، مثل این که روحانیه نباشم یک دیگر پیدا میکنم. مگه روحانی چیه؟ اینم آخون ریخته دیگه بابا. سختگیری هم نباید کردی که من میان اونجا. خب این هست. و برگشتن به طرف امریکا هم که اصلا آرزوشونه. حالا داریم نزدیک بشیم به سالگرد گروگانگیری و اینا دیگه، یا گذشتیم. هم سالگرد گروگانگیری بود دیگه. گذشتیم، 2 روز پیش بود. بفرمایید. هم دو سال گذشت. ببینید که دوستا میگفتم وقتی امروز این افراد رو نگاه میکنید، میبینید که اون موقع اگر از دیوار سفارت امریکا رفتن، احتمالا بر این بود که سریعتر ویزا بگیرن و این دشمنی نبود. نگاهشون کن ببین چیه. الان تازه معلوم میشه برنامه چی بوده. اینن حال. یه مسئله هست. در اون زمان دهه 70، بله دیگه 70، برای اسرائیل این اه، صلح با مصر بی نهایت محترم بود، چون همیشه حریف اصلیش از نظر نظامی مصر بود. بقیه کوچیک بودن. این یه دونه بود. بره و تا اینجا بیاد که بگه مصرفات رو میدیم و با تمام هارت و پورت و اسرائیل بزرگ و این مزخرفات. خب الان اوضاع فرق کرده. یعنی اون رابطه که با مصر تجدید حیات کرده اون دوران میتونن داشته باشن، تصور نمیکنم با ایران بتونن داشته باشن. یعنی با جمهوری اسلامی که دست اصلاح طلبها بیفته. به این دلیل که اون چیزی که میخوان خیلی روشنه، در این حدی که در این برنامه توسعه طلبی جدیدشون به عیان مشهوده، پیشروی به ساختن اسرائیل بزرگ. این با ایران خط تعادل نداره که تا اینجا مال من اونجا مال تو. ممکن از این حرفا بزنن، بخوان سرم کلاه بذارن تا یه جای بکشه، در نهایت نداره. یا این بد ببره یا اون بد ببره دیگه، خیلی ساده است. این بخشش به نظر من اصلاح طلبها به مشکل برخواهند خورد. نه از این بابت که خودشون سختگیری میکنن، فکر منافع ملی ان، برنامه‌هایی دارن، هیچی نیستن. هیچی نیستن. از این بابت که طرف مقابل به این راحتی موافقت نمیکنه به تعادلی، حتی اگر امریکا بخواد. مضافم به اینکه امریکا هم نمیخواد، چون میزان نفوذی که اسرائیلیا بر ترامپ دارند شما مقایسه کنید با میزان نفوذی که اسرائیلیا بر کارتر داشتند. خب قابل مقایسه نیست. قابل مقایسه نیست. اینجا موقعیت مقدار بدتره. ولی این اصلاح طلبها، اول از همه خیلی سریع بگم، به نظر من آدمایی که از نظر ذهنی خیلی سطح پایین دارن. یعنی چیزشون نمیشه فکر میکنن. خیلی ابتداییان، خیلی ابتداییان، به عقلشون هیچ چیزی نمیرسه. موزامبیک فکرش نمیکنن. موزامبیک برایشون مهم نیست. این سه تا کنار هم اینا. حالا با کرد دید. البته من ناامید نیستم. اینا برنامه ها ریختن، ولی تاریخ همیشه یه برگایی در آستین داره که ندیده کسی و قابل پیش بینی هم نیست. به هیچ وجه اونایی که دنبال آزادی و استقلال با هم در ایران، میلیون لیبرالا، نباید ناامید بشن. به نظر من حتی شانسشون خیلی زیاده. بگی اثبات کن، نمیتونم. یه چیزایی میتونم بگم، ولی امید هیچگاه قابل اثبات نیست. همیشه فرضیات. نه، فرمایشتون درسته و مزید بر نکاتی که شما اشاره کردید، من باید عرض بکنم که به اعتقاد من اساساً اصلاح طلبها با توجه به کارنامه و درون مایه‌شون فاقد مشروعیت ملی کافی برای این کار هستن. نه. نه. یعنی به نظر من حتی انور سادات مشروعیت ملی داشت از بله. سوی بله. مصر، ولی اصلاح طلبان ندارن. دقت میکنید و اه، بنابراین اعتقاد دارم که نمیتونن این معامله رو انجام بدن. یعنی اگر داشتن شاید میتونستن انجام بدن، ولی ندارن. و بنابراین بله، منم
این امیدواری رو دارم. آقای دکتر، سال نهایی که میخواستم از حضورتون بپرسم در رابطه با شکاف نسلیه. ام، یه گفتگوی هفته پیش داشتم با جناب آقای دکتر پیوندی، نکات بسیار مهمی درش مطرح شد. الان نمیدونم احیانا ملاحظه فرمودید یا نه، ولی در نهایت آقای پیوندی به یک واقعیت خیلی وحشتناکی اشاره کرد. یعنی ما یه نسل زد داریم، نسل دهه 80. این نسل دهه 80 به مثابه اینه که ممکنه هم مریخ برای ما آمده باشه. یعنی هیچ نوع ارتباط فرهنگی، اتیکس، نمیدونم، جهان بینی، هیچی با تمام نسل پیشا اون نداره. یعنی یه نسل دیگریه، داره در دهکده جهانی زندگی میکنه. ارزش‌های مثلا طبقه منتفع نیویورک هستن. حالا حتی ممکنه در قلعه حسن خان زندگی بکنه، پول یه موتور برفرض موتور گازی هم نداشته باشه، ولی نوع ارزشی که داره تعقیب میکنه مال مثلا بیولی هیلزه. اون نگاه رو داره تعقیب میکنه. دیسکورسش، یعنی ترمینولوژی که استفاده میکنه مختص خودشه. ما اصلا نمیفهمیم چی میگه. دقت میکنید؟ یعنی من خودم دهه 50 هستم، اکثرا نمیفهمم این بچه ها چی میگن. مثلا میگه سیس گرفته یا نمیدونم چی، اصلا نمیدونم چی داره میگه. what is he talking، اصلا چه مفهومی رو میخواد منتقل بکنه. خب در شرایطی که ما یه همچین گسست نسلی خوف انگیزی داریم، یعنی ما آقای دکتر پیوندی اشاره کردن که در کشورهای دیگر، مثلا در انگلستان، در فرانسه، در آلمان، در آمریکا، رسانه های جمعی، فیلم، سینما، تلویزیون، اینها تلاش میکنن که نسل ها رو به هم پیوند بزنن. مال ما این تلاش هم نمیکنن. یعنی ما برعکس اینو داریم. اگه مثلا یه سازوکاری داشتیم که یه دیسکورس واحدی بین نسل ایجاد بکنه، بازم خوب بود. اون سازوکار رو هم نداریم. ام، آیا این خودش مانعی برای تحول اجتماعی نمیشه های دکتر؟ چون که شما یه نسلی داری، مثلا الان ما میشینیم میگیم آقا اقتصاد احتیاج به یک قوه قضاییه مستقل داره. میگه اقتصاد چیه و قوه قضاییه چیه و استقلال چیه. یعنی باید همه رو بشینی از اه، به قول معروف انفجار بزرگ تا الان، اگر حوصله داشته باشه و تایم سپن، یعنی اتنشن سپن اینا، اون مقطعی هم که میتونن تمرکز بکنن، حد اکثر 20 ثانیه است. یعنی از 20 ثانیه بیشتر صحبت بکنی دیگه گمش کردی، رفته. اینو چجوری میشه پل زده های دکتر؟ اول از همه یه نکته بنده عرض کنم. من تاثیرات اولیه‌ام و اصلیم جامعه شناسی دیگه. جامعه شناسا اصولا به یه سری مفاهیم، به یه سری دیدگاه ها عنایت دارن، ورای اینکه به چه مکتبی متعلقن یا از چه تئوری پیروی میکنن. یکی دقت کردید، یکیش این مسئله نهاد و نهادینه شدنه. هر وقت میان صحبت این که این نهاد کدوم، اون نهاد کدوم، فلان چیز نهادینه شده، فلان چیز نهادینه نشده یا باید بشه، اینا دائم. یکی دیگهش مسئله نسله، تفاوت نسل‌ها، و همیشه صحبت این که یک نسل جدیدی آمده که سه نقطه. این همیشه هست. از واقعیت من دور نیست. به نظر من شاید بهش بیش از اون چی که باید بها داده میشه. این مسئله نسل زد و اینا رو منم خیلی شنیدم که اینا اشخاص عجیبی ان، گودزیلا آمده، نمیدونم ببینید چی شده، همه فرار کنید فرار. من اعتقاد زیاد به این حرفا تعدیلم ندارم. اگر پدر مادرشون تربیتشون نکردن، روزگار تربیتشون خواهد کرد، همین رو هم یادشون خواهد داد. گوش نمیدن. وقتی چلوندنت میری کلاس شبانه یاد میگیری، خیلی سریع. آموزگار نباشه، گفته دیگه گذشت روزگاره. نه. من به نظرم حرفا خیلی اغراق‌آمیزه راجع به نسل زد و همین کارا که میکنه. حال مسئله این است که این نسل زد، شما این نکته رو یادم قبلا صحبت کرده بودیم، میگفتیم طرف یه جوری حرف میزنه که انگار داره منحتن زندگی میکنه. آقا جان، بابا جان، تو آب منگلی، آخه چه معنی داره؟ یه خود دور و برت از پنجره به بیرون نگاه کن، چرا همه چی از مانیتور میبینی؟ اینم یه مشکلیه دیگه. میدونید که
این خیلی مدل قدیمیشه، ما چند قرن قبله. آیا شما به جهان نگاه میکنید یا جهان رو از ورای کتاب ها میبینید و میخونید؟ یه حقوقدان خیلی گردن کلفت آلمانی هستش، اشمیت، یه آدم بسیار با فرهنگی بود. یه چیزی جستار کوتاهی هم داره، میگه دونکی شد، هملت و میگه اینا چه قهرمان مدرنن. به خاطر اینکه البته اون یادم میاد میگه به خاطر که هر سه دنیا رو از تو کتاب میبینن. این برش رو خیلی خوب دیده و نمونه‌هاش هم نمونه‌های شاخصی خیلی. هملت و دونکیشوت و کی لعنت ها، حالا یادم میاد میگم مهم نیست. اینم حالا از ورای مانیتور میبینن. اینم یه برشی مثل اون که پیدا شده. شاید در این نسل برصد اون سه مثالی که اون میزنه همه در داستان کمابیش نقص عقل دارن دیگه. بقیه میگن دیوونه شدن، زیاد کتاب خوندن دیوونه شدن. اینا هم زیاد با کامپیوتر یا تلفن نشستن دیوونه شده شاید. ولی برصد این دیوانگی علاج داره دیگه. دونکیشوت هم علاج میشه آخرش. واقعیت شما رو علاج میکنه موقعی که بحرانی پیش بیاد، خواسته یا ناخواسته بالغ خواهند شد. خیلی ساده، بالغ خواهند شد. من نسبت به این مسئله خوشبینم و این نوع سناریوها رو یه جور سناریوهای تکراری تاریخی میبینم. از اون بزرگی که مثال چه زدم که کتابه و اکران و نسل به نسل و حالا نمیان و اون نسل قبلی ما رو درک نمیکنه و ما به کلی جور دیگری دنیا رو میبینیم. اگر مهر میورزیم جور دیگری میورزیم، اگر نفرت میورزیم بی سابقه است. خلاصه که ما بی سابقه ایم. در نهایت که نگاه میکنید کمی که سنتون بالا بره میبینید که هیچکس بی سابقه نیست. دنیا یادتون میده. نه، کاملا کاملا درست میفرمایید. من یادمه اون موقعی هم که منم رشتم علوم انسانی بود، فوق لیسانس روانشناسی هستم. بعد شما تکست بوک های جامعه شناسی دهه 60 رو مطالعه میکنید و اوایل دهه 70 که خیلی هم زیادن، اصلا تکست بوک های درجه یک هست. مثلا یه صحبتی میکنن در رابطه با نسل دهه 60 که خانواده احتمال زیاد داره که اصلا دیگه دوام پیدا نکنه، دیگه تمام شد خانواده و ما وارد وضعیت کمونی میشیم، یعنی همه به صورت کمون خب الان کی به صورت کمون زندگی میکنه؟ اتفاق نیفتاده. متوجه؟ کاملا کاملا. ولی اون موقع واقعا این باور بود که دیگه تموم شد دیگه، مثلا رفت از بین رفت. بنابراین یه مقداریش من قبول دارم که شاید یک نوع هراس بین نسلیه، یه نوع درست. فوبیا هست که این بچههایی که مثلا انقدی بودن کوچولو بودن چرا حالا دارن این کار رو میکنن، چرا این حرفا رو میزنن، در صورتی که خب هم اونها خواهند آموخت، همین که ما اونها رو میآموزیم، یعنی ما هم یاد میگیریم که اونا چی میگن، چه نگاهی دارن و بالاخره به یه تعاملی میرسیم. خب این جای امیدواریه. یه مقداری خیال منو راحت کردید آقای دکتر بهرام. جان دکتر، اینجا وقت مصاحبه ما به پایان رسید. اگر نکته مخفولی مونده من در خدمتتون هستم. نه خیر، نه خیر، بنده نکته خاصی ندارم. فقط خواستم بگم همین که به این توهم بی سابقگی زیاد دل ندید. نه، اینقدر هم دنیا تغییر نمیکنه. دقیقا اینقدر هم. دنیا تغییر دقیقاً. نمیکنه. دقیقاً. ما بی میگیم هر جا بروی آسمان همین رنگ است، مثل که رومیای قدیم میگفتن هر جا بری وسط آسمونی. کاملا همینطوره. بی نهایت ممنون جناب آقای دکتر رامین کامران. همیشه از گفتگو با شما بسیار میآموزم و خیلی. امیدوارم که عزیزانی که برنامه رو دیدن اگر سوالی دارن در زیل کامنت ها بنویسن. آقای دکتر یا اونجا اگر فرصت بکنم پاسخ میدن یا هفته آینده من حتما مطرح خواهم کرد. همچنین سپاسگزارم از تهیه کننده مهمان برنامه و عزیزانی که در طول برنامه همراه ما بودن. تا برنامه دیگر، بدرود و پاینده ایران.